یه آقای ایرانی تو لرستان، این داستان خبریه، برین گوگل بکنی، خوابش نمیبرده، مشکل خواب داشته، رفته پیش رمال، وارد این یارو رمال بهش گفته که تو باید بری مردشور بدی، مردشور غسلت کنه، کفنت کنن، بخوابی تو قبر یه شب، بعد دیگه خوابت میبره. این رفته مردشور خونه، به یارو گفته که منو بشور. یارو گفته برام بس غسلت میدم، داشته مرده میشسته. این مرده رو که داشته میشسته، اینم خوابونده این بغل اینجا، گفته بشین من الان غسلت بکنم. بعد اومده اینو بشوره، این گفته آقا لیف تمیز با این لیفی که مرده رو شد. اینو اینقدر که حالا پیچی هم هست، من با این لیف منو بشوری، یه لیف تمیز بعد بیار. مرد شوره هم گفته که باشه من برم لیف نو بیارم. رفته لیف نو بیاره، بعد این یکی مرده بوده، تمام فامیلش رو میان تو گریه کنونا، گریه میکردن سر این. گفت بعد یارو گفته مرد شور کجا؟ و این یارو که این مخامیده بوده یا برسی گفته رفته لیف بیاره. خدا شاده این رو بگم 2 نفر در جا مردن، یه نفرشون سکته کرده مرده، در جا سکته زده مرده، اون یکی پاش لیز خورده، با کله خورده زمین مرده.